امروز خاک من در دهان اژدهای هفت سری است، در گلوگاهش کشته های بیکران بی سر و بی پیکری است. اژدهای هفت سر خوابیده در خاک وطن، در پی بلعیدن قربانیان دیگری است و از بهر نجات هموطن از زندان وطن، زاییده است مام وطن شهزاده عاشق ایرانی رستمی، که حضورش در دیار دیگری است. با ظهورش او رستم دستان دیگری است. رستم این هزاره نه اهل سیستان است، او فرزند خلف ایران است. گرچه امروز در غربتستان است، اما حضورش به زودی در خاک ایران است. او به زودی امروز سوار بر بالهای شیر بالدار که نماد قدرت ایران دیروز است، با اراده ای پایدار، با شوقی بیقرار فرود می آید از آسمان بر خاک ایران. در این لحظه تاریخی با احساسات پرشور و عیانش، با عشق سرشار نهانش، با اشک شوق چشمانش بوسه می زند بر خاک مقدس ایرانش. رستم امروز در این گاه روح و روانش در حال و هوای دیگری است. حال امروزش نوید فرداهای بهتر و روشنتری است. سلامش نثار خاک قهرمان پروری است، آرمانش پیکار با اژدهای هفت سری است. رستم امروز رسالتی دارد بس دشوار، بر مزار مردگان می کند دیدار، به روح جاویدنامان می فرستد درود، می خواند سرود. با جانباختگان هولوکاست ایران می بندد عهد و پیمان، تا بگیرد انتقام از ضحاکیان زمان. در این ره با سوگند به نسل بیدار، می بندد پیوند قلبی و قول و قرار. در این گاه ملت ایران پیوند شاه و ملت را رقم می زند. رستم امروز پیکارش از جنس دیگری است، نشأت گرفته از عشق ایرانی است. حال امروز ایرانش حالی بد اندر بدتری است. رستم امروز گرچه دستهایش خالی است و سلاحش فقط دلهای به هم دلبسته، پژواک فریادهای جاوید شاه و به هم پیوسته است، اما آرمانش میلاد یک زندگی تازه در هوای آزادگی است. آرزویش نابودی ضحاک و ضحاکیان و پرتاب این
انگل‌های ضد بشری به عصر حجری است. امیدش افراشتن پرچم شیر و خورشید اهورایی است. نهایت رهاوردش احیای هویت دیرین آریایی است. در این آشفته دوران لحظه های تپنده در ایران به سان آتش زیر خاکستری است که لهیبش سوزانتر از هر آتشی است. شعله‌اش می سوزاند و خاکستر می کند دشمنان، انیرانیان، خائنان و جانیان فاسد ایران را. سه فاسد ملا و چپی و مجاهد را. در این گاه ظهور رستم در این هزاره رهاوردش چیزی به جز آزادگی و آزادی وطن و نابودی ضحاک بی وطن نیست. امروز لحظه ها عریانند و خشمگینند. برای رسیدن به آرزوهای محال در عالم خیال لباس سکوت و بی تفاوتی بر تن لحظه ها پوشاندن خیانت و یک جنایت ملی است. در انتظار کمک بیگانه ماندن بزدلی، بیغیرتی، بیحرمتی است. بزرگی گفته است کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. هموطن نگه دار این گهرپند را در گوش تا نگردد هرگز فراموش. فرض محال محال نیست. با عشق و اراده و ایمان به وطن، با اتحاد و همبستگی، با اعتماد و اعتقاد به آرمانهای رستم دوران، با شکیبایی و صبر بی امان هر ناممکنی ممکن می شود. به زودی جان بر کفان عاشق ایران حلقه به دور ناجی خود می زنند. کرور کرور هموطن به سان جنگاوران سپاه جاویدان در عصر باستان جان بر کف، جان بر کف سوگند وفاداری به رستم دستان دوران می خورند. سوگند وفاداری به رستم دستان دوران می خورند. این نبرد نبرد دیگری است. نبرد عاشقان ایران با اژدهای 7 سری است که ثبت در تاریخ می شود. از پیروزی و شکوه این نبرد کوه در مقابلش آب می شود. بی نیاز از حمایت بیگانه می شود. اژدهای 7 سر پرتاب به زباله‌دان تاریخ می شود. امروز اژدهای 7 سر شبحی پنهانی است. در چاه جمکرانی و یا در سوراخی چون موش صحرایی، از این سوراخ به سوراخی دگر فراری است. مرده یا زنده اش معمایی است. حضور مجازیش از جنس مقوایی است که باعث خنده و سخره جهانی است. واقعا اما خاطرات تلخ این عصر حجری ابدی است. کابوسش
حاصل خوابهای پریشانی است. یادهای شومش تا ابد در اذهان ایرانیان و در حافظه تاریخ جاودانی است. شوربختانه هرگز پاک نمیشه. کاتارینا کامکار، 18/6/2026، هامبورگ.